دوستان سلام. امروز جمعه است و طبق روال هر هفته بریم سراغ اخبار معماری ایران و جهان. روستای اصفهک در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی در فهرست بهترین روستاهای جهان برای گردشگری ثبت شد. فرشید موسوی، معمار ایرانی بریتانیایی، در هیئت داوران رقابت طراحی مسکن شهر خارکوف اوکراین قرار گرفته که توسط بنیاد نورمن فاستر برگزار شده. یه اخبارم داریم درباره تخلف سازمان زیباسازی در برگزاری مسابقهش که توسط معمار نیوز مطرح شده. میگن که توی این مسابقه یک سری چالش‌های خیلی بزرگ بوده در زمینه رعایت قوانین و اصول حرفه‌ای مسابقه، مثل عدم رعایت عرف جایزه، ابهام و تخلف در هیئت داوران، نامشخص بودن معیارهای انتخاب داوران، عدم شفافیت در فرایند داوری و ارزیابی آثار و در نهایت عدم اطلاع زمانبندی داوری و اعلام نتایج. دوستان لطفاً اگر خواستید مسابقه ای رو شرکت کنید داخل ایران حتما اعتبار سنجی بکنید و به نظر من 90% مسابقات شهرداری دقیقاً همینطوری میشن. عمر و هزینه و جوونیتون رو سر این مسابقات الکی خرج نکنید. لورد نورمن فاستر، معمار بریتانیایی و برنده جایزه پریتزکر 1999، جایزه یک عمر دستاورد آندره پوتمن در سال 2025 رو دریافت کرد. و اما دوباره اخبار پروژه 500 میلیارد دلاری نئوم توی عربستان سعودی که یک سری اسامی کمپانی‌های معماری و مهندسی فعال توی این پروژه رو منتشر کردند، مثل معماران اتریشی DMAA، معماران آمریکایی گنسلر و مهندسان بریتانیایی موت مکدونالد. و در آخرم بریم سراغ استودیوی توماس هدرویک و طراحی بطری‌های جدید برند یاقوت کبود بمبئی، بطری‌هایی با یک تراریوم در درون خودشون. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه